سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من محمد هستم از تاجیکستان. یک پیشنهادی دارم از شما برادران عزیز. درباره خواندن روش نماز پنجگانه از شما خواهش دارم که انا در شبکه خواندن روش نماز رو همچو یکم کسی خواند و در شبکه مقصد نشان داده شود که ما در مقصد تاجیکستان وقتی نماز خواندن بخواهیم که رفع عدن کنیم در نماز همون و پامون با پای برادرامون بچسبونیم صفت در کتفه با کتف و مقصد پوچه‌مون طبق سنت اگر پوچه‌ی بروکمون کلته باشد اگر ما را سلفی گفته بدبینی میکنند و پایهایشون رو و کتفهایشون رو از تن ما دور میکنند که تا که ما در صف جیج نباشیم و ما رو مقصد در نمونده سلفی و خیل گفته مذاق میکنند. مقصد ایبر ما دور میشه و بعد ما مقصد میگیم که بعد نماز فرض بود کردن باید که آدم خودش تسبیح بگردونه و دعا کنه و بخیزه سنت شبت بخونه یا که در خونش بخونه او مقصد کاری او همه که انا شما سنتتونه نمیخونین، انا شما چی با دعا نمیکنین، مقصد شما یکم گروه شدیسین شما فتنه میخواهین در بین ما. اما خیلی گپوی مقصد بسیار دقیق نسبت چون میگن و ما را مقصد در همه جا سلفی نمون کرده مقصد بدنو میکنن. ما اما میخواهیم که ما طبق سنت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نماز بگذاریم و به حضور دل نمازهای خودمون را ادا کنیم. ما با همه برادران اهل سنت برادر هستیم. ما نه سلفی، ما سلفی چیه نمیدونیم. ما را همچنان سلفی نمون کردن و ما را مقصد ای معرکه گویا که دور کردن دیگه. گپی ما را حتی گوش هم نمیکنن که حتی و گپ نزد که او عقیدت و ایران میکنه ترا میکنه سلفی. هیچ که ما میگیم که برادر صف کوچت کلته کن از جلک پود و در صف نماز باید با یکدیگر زیج باشیم. ما ریش باید داشته باشیم و باید که دوی سه دعا بعد نماز نکنیم و مقصد سر قبرستان اگر رفتیم مقصد برای عبرت گرفتن بریم در قبرستان های شیشته آیت نخونیم. همین گپا را با برادرای مقصد تاجیکستان هم میگیم. ما را سلفی گفته مقصد هم خیلی مینوی دید میکنن. اگر ما هم یکم گروهی نیستیم، ما یکم جو سرجم هم نشدیم نسبت یا یکم تیوری بینیم و یکم بدبینی بینیم و یکم مقصدی غرضی هم نداریم. حتی اگر قبول نکنن لااقل ما را همچنین مقصد شما از شبکه همین نمودای مقصد طبق 4 مذهب نماز خوندن و مقصد سنت های صحیح بودن رسول الله صلی الله علیه و سلم پیشنهاد کنه که ما بین یکدیگر اختلاف نشه و ما را بدبینی نکنن. ما مقصد برادر یکدیگر هستیم، همه در یک صفیم. ما الله یکه و یگانه را پرستش میکنیم و هر چی که بخواهیم الله میخواهیم. سلام علیکم برادر گرامی محمد انصاری. میخوام که شما نماز رو خودتون بخونید، هم تنهایی هم جماعت شده مقصد برای یاد دادن برای مردم تاجیکستان پیش درو شده خودتون نماز جماعت بخونید که مردم ببینن که مقصد همین مقصد با شما اعتقاد دارن، شما را گوش میکنن و اگر یک کس دیگه باشه میگه اون اوش سلفیه بوده مقصد بون شاید که امو فکر اندیشه خچونده بروند. شما خودتون پیش بدروین و برادرای دیگه از قفوتون مقصد یک نماز جماعت مقصد بخونین برای سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم و در شبکه پیشنهاد کنین. هر یک مقصد یک شبونه روز ده یک وقتی معین ده مقصد نه دیر نه بر وقت شبونه ده ساعتای مقصد تقریبا 9 مردم از کار میآیند در گرد تلویزیون میشینند. شیشته هم را تماشا کنن و بدبینی یکدیگر را کم کنن. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر محمد انصاری، ممنون عزیزم محمد.